زبان تاجیکی یا همان فارسی که امروز زبانی رسمی و دولتی جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان است، از کجا سرچشمه می‌گیرد و آن محصول کدام دور و زمان است؟ برای تا اندازه روشنی انداختن به این مسئله ما باید پیش از همه این نکته را در نظر داشته باشیم که زبانی مادری ما امروز در سه کشور همزبان، همفرهنگ، تاجیکستان، افغانستان و ایران به صفت زبانی رسمی با نام‌های تاجیکی، دری و فارسی عمل می‌کند. گرچند تفاوت‌های لغوی، آوایی و اسلوبی به نظر رسد هم، ولی می‌بینیم که این زبان در هر سه کشور دارای ترتیب و ساختار دستورهای یگانه بوده، در درازی تاریخ تغییرات جدی را از سر نگذرانیده است. حالان که در طول عصرها این زبان نه تنها در این سه منطقه بلکه در منطقه‌های تحت تسلط زبان‌های دیگر نیز وظیفه ارتباطی هم رسمی و هم غیر رسمی را اجرا کرده است. این نکته را فراموش هم نباید کرد که در طول این مدت این زبان با چندین زبان‌های دنیا از جمله زبان‌های یونانی، لاتینی، عربی و ترکی، مغولی، روسی و انگلیسی، فرانسوی در ارتباط بوده و در این مبارزه طولانی برای بقای خویش اگر گاه شکست خورده باشد ولی هرگز مغلوب نگشته است، حالان که طی این مدت صدها زبان‌های دیگر با صاحبان خود از بین رفته جای خود را به زبان‌های تواناتر واگذاشتند. این مبارزه برای نگاه داشتن اصالت و پاکی خود در برابر تأثیر واژه‌های زبان‌های دیگر و حتی در زیر اطاعت بعض آنها از قبیل یونانیان، عرب‌ها و روس‌ها قرار گرفتن این زبان در بسیار مورد باعث ماندگاری ملت شرفمند تاجیک گردیده است. زبان تاجیکی که از لحاظ تاریخ به گروه هندو ایرانی و یا آریایی به خانواده زبان‌های هندو اروپایی شامل بوده، یک شاخه مهم و تاریخی این خانواده را تشکیل می‌دهد. زبان‌های هندو ایرانی دارای آثار بی‌سابقه تاریخی می‌باشند که آن نخست در شکل شفاهی و بعداً در شکل بسیار کهن نوشتاری طی هزار ساله‌ها ادامه داشت. امروز این آثار همچون شاهدی عینی از گذشتگان دوری تاریخ مردم آریایی نژاد به میراث مانده است. زبان‌های هندو ایرانی با داشتن منابع مهم و ارزشمند در بازسازی نخست زبان هندو اروپایی در میان دیگر زبان‌های هندو اروپایی دارای مرتبه و مقام خاص می‌باشند که این را پژوهش‌های علمی زبانشناسی هندو اروپایی و مقایسوی و تاریخی در اساس دلایل علمی به خوبی ثابت ساختند. مسئله جایگاه و اصالت تاریخی زبان تاجیکی در فرهنگ و لغتنامه‌ها و منبع‌های گوناگون مورد بررسی دانشمندان و مورخان قرار گرفته است. مثلا آوردند که اولین کسی که با فارسی دری یعنی تاجیکی سخن گفت کیومرث بود و یا اولین کسی که با فارسی نوشت بیورسپ پسر ونداسپ که معروف با ضحاک مردوش شاهنامه ابوالقاسم فردوسی است. ملت تاجیک از نقطه نظر تباری و ارثیت زبانی مربوط به شاخه هندو اروپایی است که از نیم جزیره هند تا اروپا گسترش دارد. اولین کسی که ارتباط زبانی و خویشاوندی این قوم‌ها را پی برد دانشمند انگلیس ویلیامز جونز می باشد و این نظریه خویش را در سال 1786 در جامعه آسیای کلکوتا در هند ابراز داشت و این نشان داد که زبان‌های مثل سانسکریت، یونانی، لاتینی، گوتی، کلتی و اوستایی با هم قرابت دارند. ملک الشعرا بهار می نویسد زبان دری یعنی زبانی امروزه ما در همه نواحی‌های آسیای میانه که قسم عمده آن امروز جزو تاجیکستان است نخست پدید شده است. اینچنین در جای دیگر علاوه می‌کند که زبان فارسی دری لهجه اهالی ماورالنهر، سمرقند و بخاراست که در این سرزمین‌ها تاجیکان زندگی می‌کنند. سعید نفیسی وطنی اصلی آریایی‌ها را که تاجیکان منسوب به این نژادند دامنه‌کوه‌های هندوکش کنار دریاهای جیهون و سیهون می‌داند و می‌نویسد که ما ایرانیان از آنجا آمده‌ایم. باباجان غفورов در کتاب تاجیکان خود درباره منشأ و مکان برآمد زبان تاجیکی چنین میگوید: زبان امروزه تاجیکی به گروه زبان‌های غربی ایرانی منسوب میباشد. به عقیده زبانشناسان اساس آن را لهجه‌های جنوب و غربی فارس
است که بعدتر به طرف شمال و شمال و شرق گسترش پیدا کرده بسیار عنصرهای زبانهای شمال و غربی از جمله عنصرهای زبانی پارتی را حذف نماید که در انجام در این زبان علامت و خصوصیت‌های بسیار لهجه‌های ایرانی غربی به هم آمیزش می‌یابد. در عصرهای 7 و 8 موقع و مقام این زبان در شمال و شرقی ایران، شمالی افغانستان، جنوبی آسیای میانه از جمله در جنوبی تاجیکستان مستحکم شده است. با وجود مسئله‌های زیادی بحث انگیز در تاریخ زبان ما، چیزی از همه روشن و بی‌بحث محبت مردم به زبان مادری خویش می باشد. این احساس مخصوصاً در زمان سامانیان که دوره اوج و تشکلیابی زبان تاجیکی یا فارسی به حساب می رود خیلی بلند است. از جمله در این دوره زبان تاجیکی موقع خود را دوچند پیدا کرد، به اوج نهایی می رسد که بزرگترین شاعران، دانشمندان و فیلسوفان را در کنار خود تربیت نموده است. در این دوره زبان تاجیکی بعد شکل خطی کتابی گرفتن خیلی نیرومند و دارای مواد خوبی زبانی می‌گردد که به آن در ژانرهای نظم و نثر آثار گوناگون علمی و ادبی آفریده می شود. از جمله در تشکل و تحول زبان تاجیکی نقش استاد رودکی، فردوسی، دقیقی و همعصران آنها نهایت زیاد است، زیرا در این زمان دانشمندان در سرگه تشکل زبان تاجیکی قرار دارند. در عصرهای بعدینه زبان تاجیکی در آثار علمی ادبی ابوعلی ابن سینا، ناصر خسرو، خیام و نظامی، ابوالفضل بیهقی و نصرالدین طوسی، سعدی، جامی، حافظ و کمال، واصفی و سیدا، بیدل و دانش و دیگران باز هم بلندتر صدا می دهد. کوشش و تلاش این شخصیت‌های برجسته ملت فارس و تاجیک بود که ساخت ادبی و معرفتی این زبان را در اثرهای خود با صنعت بلند بدیعی جلوه دادند. عنعنه و رسم و رسوم این ملت را در طول هزار ساله ها پایدار ساختند. نقش همین آثار علمی و ادبی عالمان، متفکران و فیلسوفان است که زبان تاجیکی ارزش بلندی ادبی خود را از زمان حکمرانی شاه اسماعیل سامانی تا به امروز نگاه داشته مستقلیت خود را از دست نداده است.